درود. اینجا اداره روزنامه جوانان تاجیکستان است. من سیاره قیام‌الدین هستم و شما را با محتوای نشر نو روزنامه آشنا می‌سازم. زبان جنگ بریده شد. لیوای صلح و دوستی و برادری در سراسر کشور پرافشان گشت. اعتبار و شأن و شرف پرزیدنت کشور، رهبر سیاسی تاجیکان جهان، مشت محکمی بر دهان هرزگویان کردل و حسودان سیاسی او بود. به عبارت دیگر، او تاجیکستان را از نو ساخت. پاره ها را جمع کرد، جمع ها را شمع کرد و به قلب های خسته و حزین تاب و توان بخشید. این پاره از مطلب اساسی این هفته‌ای ماست که با نام شکست زنجیرهای بردگی فراریان و آغوش محبت و برادری روی چاپ آمده است. مؤلف پیرامون اندیشه های ملی و تاکیدهای پیشوای ملت از در این جاده تحلیل منصفانه انجام داده است. برای آینده باثبات یا فروم بین‌المللی که جوانان 5 دولت را در دوشنبه جمع آورد. این مطلب دایر فروم بین‌المللی قسم می‌کند که با تشبث کمیته کار با جوانان و ورزش در دوشنبه دایر گردید. در این فروم جوانان کدام دولت‌ها اشتراک کردند و کدام موضوع‌ها مورد بررسی قرار گرفتند با مطالعه کردن این مطلب آگاه خواهید شد. سنگین گلوف بهترین عنوان اعتراف شاگردان است. این استاد صاحب احترام فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان 12 ایول زادروز داشت. به این مناسبت صحبتی انجام دادیم با ایشان پیرامون روزگار و فعالیتشان که با سر زدن به این مطلب می توانید آگاه شوید هم از روزگار و فعالیت هم از بعضی نازکی‌های کسب ژورنالیستیک. یادگاری‌های تاریخی ولایت مختار کوهستانی بدخشان به حفظ و احیا کنی نیاز دارند. در این مطلب مؤلف از آن نگرانی کرده است که از بی‌اعتنایی ساکنان و موقع جایگیرشوی بعضی از یادگاری‌ها حالی تباه دارند. در مطلب راه‌های احیا و از نوسازی یادگاری‌ها با تکیه به اندیشه‌های متخصصان ساحه پیشنهاد شده است. کدام یادگاری‌ها در چنین حال قرار دارند دانستن می‌خواهید، پس این مواد را مطالعه کنید. ریشه در جهالت اندیشه یا چرا باید مقابل خرافات و خرافات پرستی مبارزه بود؟ مؤلف به این نظر است که خرافات ریشه در جهالت اندیشه دارد. جامعه ها را در مقابل علم و خیرات قرار داده دشمن اصلی رشد و ترقیات می‌گردد. شما چه نظر دارید؟ چی باید کرد تا این مشکل راه حل خود را پیدا بکند؟ به این سوال و دیگر سوال‌ها می‌توانید با مطالعه کردن این مواد پاسخ پیدا کنید. اینترنت استفاده از معیار زیاد و ضررهای آن یا آن را باید چگونه استفاده بریم؟ حشرات جنگی مروارید جهان 2023 چهره تاجیکانه و تبلک و قروتاب نیسا را به دور نهایی برد. اینها نیز نامگوی موادهای این هفته‌ای روزنامه جوانان تاجیکستان. همچنین یک قطار مطالب از این هم جالب و خواندنی داریم که می توانید از شماره رقم 28 ما مطالعه کنید. همچنین ما را در فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام پیگیرید.